ببین چی آوردم برات. بتمن ورسس اسپایدرمن، جی تی ای سنانده. اصلا قیمه ها رو ریختم برات تو ماستا، یعنی یه اتفاقایی قراره بیفته اصلا عجیب غریب. پس بدون معطلی لیتس گو. خب اصلا هیچ خام رفتیم تو بازی. یعنی من فقط جی تی ای نصب کردم جهت همین که این مادر رو نصب کنم روش. مادر چیه آقا؟ دیگه اینجا رو که همتون دیگه میشناسید دیگه، نیازی به معرفی نداره. ما چطوری کار میکنه؟ من فقط منوشو میدونم چجوریه. اینه که این دوتا رو میگیری وارد این قضیه میشی. نه اینو اینجوری. بعد اصلا به مپت قشنگ مارول اسپایدرمن قشنگ. ایوه کسایی که بودجه سیستم چند میلیونی ندارن، چند میلیون نهایتا آقا، 100 میلیونی ندارن، 100 میلیون بود 50 تومن نمیشه یه سیستم بس. یعنی الان داداش من این لباسشو خیلی دوست دارم. چی بود اسم لباسشو نمیدونم ولی بذار با همین اوکی. او کاراکترم میشه عوض کرد؟ نه اوکی. خب آقا این موزیک مد ایوه چرا فقط میپره؟ چجوری باید تار بزنه؟ ای قندم گرفت. ای به یعنی الان چه فرقی با مارول اسپایدرمن داره خدایی؟ حتی میدوه رو ساختمون. ای اصلا عجیب خفنه این گیم. این بک برات میزنه حال بیای. بیا عالی پسر. این یه چیزا هم چی بود؟ او زیپ هم داره ماشاءالله. برو لحظه آخر. آفرین. فهمیدی چی شد؟ یه بار دیگه اتفاق بیفته. عالی آقا، من راضیم. کسایی که سیستمشون قوی نیست خیلی ایزی رو یخته از منطق دوره ها، اما حداقل اون رو ساختمون ها میزد مردم. این داره رو هوا میزنه. عالی. اصلا به کفترها محله تار میزنه. ای عالیه. من خیلی دارم حال میکنم. بذار بریم مرحله باش بریم. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. لباسو در آورد. اوکی اینجا شد دیگه هم. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. شبیه عنکبوت شد. Follow my lead. چرا؟ سوار شو.
سوار با افتادش سوار میشدی همش. دیگه اتفاقاتی که افتاد فهمیدیم که نمیشه وقتی ماد روشنه مرحله رفت. من رفتم یه دونه ماد نصب کردم که کل مرحله رو رفته باشه و بدین شکل مردن هوتی داره با کلاش وسط خیابون. بی پدر این چی؟ اوکی پس 100% میکنی 5 بوکس رو بنداز. اینا رفیقامونن. بذار تو جیبت. این چی؟ دادش چتر نجات برشیده. خب حالا یک سوال، آیا همون اندازم قدرت و پاور داره یا نه؟ بریم تست کنیم. بیا اینجا یک بیناموس دلغکی رو پیدا کن. بیا اینجا کاپ بیشعور. کاپو بگیر. کاپو بگیر. درار. کاپو بزن. تا موقعی که نزدمش کاریم نداشت. دمیج دارم بخوام مردی حسابی چه بذاری. یه با این بکشمت. یه با این بکشمت. یه با این بکشمت. با یه دونه 5 بوکس و تاری که روی سقف آسمون زده میشه. عالی. درخت و ول کن. کجا داریم میریم خدا میدونه. آقا من یه چی رو فهمیدم، ما با اسپایدرمن نمیتونیم فرار کنیم، پس بریم سراغش. سلام. موتورمون اومد. بپر بالا. بپر بالا. آک تو سرت بتمنی. به من میگم بتمنی. دلمیدم سرزنی. برو. وای مادرت. رادیو هم داره. آقا من بط موبیلمو گفتم بیادش. بودو بیا بودو بیا بودو بیا بگارم. بودو بیا داریم میمیریم بدبخت. بط موبیلی کجا گیر کرده؟ اصلا کجا داری میری؟ وایسا ماشینمو دوز برد. ماشینمو دوز برد. وایسا کپی رایت نخوره. اوه اسپید داره. اسپید داره. اسپید داره. دیگه اسپید نیست، عملا جامپه. بریم تو تونه. رو دک و دیوار است که میره.
برو بزن خودتو به تاق، بزن هر جا دلت میگی. او ابوالفضل تو ابر عالی پسر. بگازون. حالا به پری پایین چی میشه؟ اصلا نمیاد بیرون. چرا میاد بیرون؟ میگی نه بالاشو وا میکرد. چی میگی؟ خب You ain't tough. آقا You better stop now, bud. You think you're tough shit, huh? Stop with the running, pal. I'll put you in a hospital, pal. You're mine, pal. از جفتشو فعال کنم ببینم چی میشه. Me, son. I'll kill you. وای پرفکت، یعنی عالیه بچه‌ها. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اینو امتحان کنید، خیلی خفنه. چه کاری آخش. درست بپر دیگه، این هم دارم ازم تعریف میکنم. خدایی خیلی خفنه. پرفکت ترین حالت ممکنه یه گیم. چی یعنی تو چی دیگه از دنیای گیم میخوای؟ سلطانه بازیای جهانباز برادر من. مارول اسپایدرمن و بتمن آرخام نایت، آرخام سیتی، ایناست. حالا تو فکر کن هم داری بتمن بازی میکنی، هم داری اسپایدر، یعنی قیمار قشنگ ریختی تو ماستا. یعنی من هیچی میدونستم اون اول گیم گفتم، اول ویدیو گفتم. خیلی حال میده. ایول به خودم عالی شده. پیشنهاد میکنم بچه ها حتما این سبک بازی کنید. از قافل عقبید، یعنی دوگ میمونید. به قول کوروش دوگ میمونید. چرا اصلا مثلا توی میخوای اسپایدرمن بازی کنی حتما بری اسپایدرمن چیز کنی؟ آدم های دوگ این کارو میکنن. الان نکن قشنگ برای 3 تا گیم رو با هم مخلوط کردم دیگه. تو چی میخوای از دنیا؟ به تاز. خب آقا اگه رو گیم انقدر ماد نصب کنی همینجوری خیلی ایزی کرش میکنه، میپره بیرون. ولی حتما بهتون پیشنهاد میکنم بچه این حرکت رو بزنید. خیلی خفن بود، خیلی خودم به شخص خیلی حال کردم. و اینکه دیگه همینجا هم ویدیو رو به اتمام میرسونم. مراقب زیباییاتون باشید. دوستتون دارم زیاد و خدا نگهدار.